سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهرداری بارانی رشت. امروز سه‌شنبه 17 بهمن ساعت 10:30 صبح. کمتر کسی در ایران هست که آوازه این مکان و بازار رشت رو نشنیده باشه. بازاری سرزنده و شاد. آهنگ تنگ غروب عمو صادق بوقی هم گواهی است بر این مطلب. شهرداری رشت تا قبل از سال 91 محل دور زدن خودروها بوده و بعد از اون با سنگفرش شدن و مسدود شدن خیابون‌های اطرافش به پیاده‌رو و مکانی برای نشستن تبدیل شده. ساختمون شهرداری رشت مربوط به پهلوی اول به سبک اروپای شرقیه. این ساختمون در 26 آذر 56 به عنوان آثار ملی ایران ثبت شده. شور و شوق مردم در این مکان در غروب و ساعات پایانی شب و در بامداد وصل نشدنیه. به زودی ولاگی از نیمه شب‌های این مکان تهیه خواهیم کرد. حال و هوای بارونی شهرداری رشت هم واقعاً دوست داشتنی و زیباست و حتما باید خودتون قدم زدن در این مکان، بازار اصلی و بازار ماهی فروشان رو تجربه کنید. قبلا ولاگ گردش کامل در این بازار رو که شامل بخش‌های مختلفی مثل بازار اصلی، بازار طلا فروشان، بازار ماهی فروشان، بازار کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم تحریر رو قبلا در کانال گذاشتیم که لینک مربوط به این ولاگ رو به همراه پلیلیست مربوط به شهر رشت که در اون ولاگ های زیادی از جاها و بخش های مختلف شهر رشت است رو در قسمت توضیحات این ویدیو میذاریم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
Zende taziye var. Ama şetsene pançe. Divisa panca. Ay simit divisa ama. Aga cineci öyle diye. Ay simit tane divisa ama. Ay simit tane divisa ama. Ay simit tane divisa ama. Ya amma sana fayda şuna. Sana fayda şuna. Ama kilo insanın. Kendi olmadı mıydı? Bak kendi olmadı. Bak nerede olmadı mıydı?
ماشي حتى لنا وانا الموضوع هذا جان سلام نه یه قهوه